سلام یوتیوب، ایمان هستم. از این هفته با نقد و معرفی فیلم و سریال میام پیشتون تو این کانال. با من همراه باشید. برای اولین اثری که اینجا مورد بررسی قرار میدیم تو این کانال، سریال محبوب و خفن دبویز رو انتخاب کردم. چند روز پیش فصل 4 سریال به پایان رسید و به همین بهونه یه بررسی میکنیم فصل 4 رو و ببینیم که چه اتفاقاتی توی این فصل افتاده و چگونه بوده. دبویز یکی از میشه گفت بهترین سریال های چند سال اخیره که ساخته شده تو مکتب هالیوود. تونسته مخاطبای به شدت زیادی رو جذب کنه، همیشه در صدر اخبار باشه. حتی تونسته به خاطر اینکه خط قرمزهای هالیوودی رو در هم شکسته، مخاطبانی از بیرون از جامعه مخاطبان هالیوود به خودش جذب کنه و این نقطه قوت سریاله. چرا که سریال میاد در لحظه اول، در همون شروع سریال، ما با یک مسئله مواجه میشیم به نام آشنایی زدایی. سریال میاد و از ابرقهرمان ها آشنایی زدایی میکنه. ابرقهرمان هایی که همیشه ابرقهرمان های دست راستی بودن، به اصطلاح ابرقهرمان های حکومتی، ابرقهرمان هایی که همیشه قرار بوده آدم خوبه باشن. و سریال میاد این بنا رو میذاره که قسمت تاریکی از ابرقهرمان های حکومتی یا ابرقهرمان های دست راستی رو به همون نشون بده و میبینیم که به چه هیولاهای عجیب و غریبی تبدیل میشن این ابرقهرمان ها. بازی های به شدت درخشانی تو این سریال هست بچه‌ها. یعنی میشه گفت کارل اوربن در نقش بوچر و آنتونی استار در نقش هوملندر به شدت خوب بازی کردن و همه بازیگرای سریال، همه کاراکترهای سریال زیر سایه این دوتا قرار گرفتن. یعنی سریال روشونه این دوتا داره میچرخه و بقیه با اینکه بازی‌های خوبی از خودشون ارائه میدن بقیه هم، اما ما هر چی که تو این سریال میبینیم بوچر و هوملندر. بوچر با بازی کارل اوربن تو این سریال اومده و کاراکتر بوچر رو با یه بازی گلدرشت و اگزاجره بیرون داده. یعنی اومده تمام ویژگی های رفتاری و ذهنیتی کاراکتر بوچر رو بیرون داده، بروز و ظهور مادی بهش داده. اومده در رفتار و فیگورهاش و میمیک صورتش همه اونها رو اجرا کرده. به خاطر همینه که بازی کارل اوربن اگزاجره شده اینجا و یک مقدار شاید در نگاه اول تصنعی به نظر بیاد، که البته سبک این بازیه که داره بهمون ارائه میده. و هوملندر با بازی آنتونی استار واقعا شگفت انگیزه. یکی از بهترین بازی هایی که چند سال اخیر دیدم رو این بازیگر درجه 1 واقعا میشه گفت اجرا کرده. اون آنستیبل بودن، غیر متعادل بودن، اون تعادل روانی نداشتن، مشکلات شخصیتی داشتن رو آنتونی استار در قالب کاراکتر هوملندر جوری به ما نشون میده که واقعا هر لحظه‌ای که آنتونی استار، هر لحظه‌ای که صحنه‌ای هست با حضور هوملندر، واقعا ما کاری جز لذت بردن نمیتونیم بکنیم، از دست اون بر نمیاد. به شدت خوب بازی میکنه، به شدت احساس در اجرای نقشش نقش داره. یعنی احساس رو ما در بند وجود این آدم میبینیم، احساس هوملندری. و البته بازی زیرپوستی برخلاف بازی کارل اوربن. از اینا که بگذریم میرسیم به فصل 4.
فصل مورد علاقم. باید بگم که تا فصل 3 تا انتهای فصل 3 سریال همینجوری پیش میره. ما از سریال راضی و خوشنودیم، خدا هم راضی و خوشنود بوده باشه ایشالله. اما فصل 4 اتفاقات عجیب غریبی میفته بچه ها و باید بگم که سریال به هم میریزه و فرو میپاشه و از مسیری که ما داشتیم میدیدیم سریال رو و باهاش پیش میرفتیم منحرف میشه و این هم میتونیم بفهمیم که یعنی میتونیم حدس بزنیم نشانه ها و رد پاهایی از دستورات از بالا و نمیدونم آقا اینو تو فیلم بذار، اینو اینجوریش کن، نمیدونم فلان جنسیتی رو بیار توی فیلم، فلان نژادی رو بیار توی فیلم، اینا رد پاهاش توی این مخصوصا فصل 4 دیده میشه و سریال رو زمین زده. حقیقتا برای مخاطب جدی سریال فیلم و سینما سریال رو زمین زده. فصل 4 نهایتا 2 تا قسمت تاثیرگذار خوب داره، قسمت 4 و قسمت پایانی. فصل 4 فقط و فقط رو شونه هوملندر میره جلو و این مرد تنهایی این سریال رو نجات داد تو فصل 4. نکته اول، بوچر، یک بازی بین بوچر و دبویز و مخصوصا بوچر و ام شروع شده که هی این میره اون میاد، این میره اون میاد. خب این قضیه تا یه جایی برای ما میتونه جذابیت داشته باشه. وقتی دیگه زیاد شد و کار کردی براش پیدا نشد، این قضیه مخاطب رو ناراضی میکنه. همونطور که من و خیلی های دیگه از این قضیه ناراضی هستیم، چون دیگه این قضیه کار کردی برای ما نداره. یک بار دو بار ما این قضیه رو دیدیم تو سریال، ولی شما بخوای هر روز این بازی رو در بیاری دلیلی نداره. فقط وقت فیلمت رو پر میکنی و زمان رو میبری جلو. مثلا به جای 4 فصل فیلم رو میکنی 5 فصل. اما بچه اما احمقانه ترین چیزی که سریال رو زمین میزنه نه مرخص کردن بوچر، نه فرانچی، نه کیمیکو، نه خشونت از دست در رفته، نه چندشاوری زیاد، نه نداشتن داستان، که اینه که در فصل 4 گوسفندها پرواز میکنن و این تو این سریال واقعا یک نقطه ننگ و یک بی ربط ترین اتفاقی که تا به حال تو این سریال افتاده. میتونست نباشه به راحتی، اصلا نباید میبود. آخه یعنی چی گوسفندا پرواز میکنن؟ مرد حسابی میخواستی بری اون یارو سمی رو بیاری، داشته رو دارو آزمایش میکرده، خب میووردی. حالا چرا باید یک چیزی اینجا اضافه میکردی که گوسفندا پرواز میکنن؟ همونطور که اول برنامه گفتم فقط برای پر کردن سریال، اما بسیار مبتذل بود این پرواز گوسفندا. خیلی احمقانه، خیلی خنده‌دار. امیدوارم که دیگه از این کارها انجام نشه تو این سریال. چند تا چیز جالب البته این سریال داره که همش نقد نکنیم. به نظرم چند تا از بهترین قاب‌های تاریخ سینما، یعنی کاراکتریستیک ترین و به قولی کالت ترین قاب‌های تاریخ سینما تو این سریال و در قاب‌های هوملندر شکل گرفتن. وقتی که به اون زیر زمین میره، جلوی در زیر زمین که وای میسته و به اون
رفقای قدیمیش نگاه میکنه. وقتی که میخواد به اون اتاق وارد بشه و با سرپرست قدیمیش تو اون اتاق صحبت کنه. شگفت انگیزه. وقتی که داره از آسانسور میره بالا و خون روی صورتش رو گرفته، تنها این نیست که این یک گریم باشه، ما همه اینها رو در وجود هوملندر میبینیم، در وجود که آنتونی استار وارد وجودش کرده. و واقعا شگفت انگیزه. رابطه دیپ، شخصیت دیپ، ببینید شخصیت دیپ هم شخصیت مبتذلیه، اما چرا ما ازش خسته نمیشیم؟ یعنی چرا به اون بیکار کردی و لوسی در نمیفته با اینکه از همه مبتذل تره؟ چرا که شخصیت دیپ بر همون مبنای پیش رفته که از ابتدای سریال برای ما تعریف شده. بچه‌ها ببینید هر سریال، هر فیلمی در بدو امر به ما چیزی رو معرفی، دنیایی رو معرفی میکنه. اگر اون دنیا درست ساخته شده باشه بر مبنای چارچوب‌های ساختاری سازندگان سریال، اگر درست در اومده باشه، ما اون دنیا رو میپذیریم، باورش میکنیم و باهاش جلو میریم. شخصیت ها هم همینطوری هستن. شخصیت دیپ با این که نامتعادله، یعنی معلوم نیست که چه رفتاری از خودش برود. میخوام بگم که دلایل غیر منطقی رفتاری دلیل این نیست که بگیم یه شخصیت بد شده. دلیلش اینه که یه شخصیت بر اون مبنا که تعریف شده ادامه پیدا نکرده. بچه‌ها شخصیت دیپ داره مسیر خودش رو بر همون مبنایی که تعریف شده بوده ادامه میده و خیلی شخصیت جذابیه. رابطش با اون هشپاه درخشانه. بچه‌ها رابطش با اون هشپاه درخشانه. هشپاه. خیلی دوست داشتم اون رابطه رو. و ببینم دیگه چی داریم. باز دیپ اینجا یه ارتباط قشنگ، یک اتفاق خوب تو این سریال، رابطه دیپ و هوملندر تقلبی. واقعا عالیه. رابطه دیپ و هوملندر تقلبی یکی از بهترین قسمت‌های این سریال بچه‌ها. خیلی سینماتیک، خیلی تاثیرگذار، خیلی دوست داشتنی. انگار در بین تمام رابطه‌های مریض و مشکل دار آدم‌های این سریال، آدم‌های این دنیا، رابطه دیپ و نوار تقلبی سالمترین و صمیمیترین رابطه موجوده که دوستش دارم. تو فصل 4 نکته دیگه‌ای که نوشته بودم که بهتون بگم رایان هست. ببینید باز رایان، شخصیت رایان همون مشکلی رو داره که قبلی‌ها داشتن. رایان یک پسریه که دیگه ما تو فصل 4 می‌بینیم که این پسر میتونه تصمیم بگیره برای خودش. یعنی پسر چلفتی نیست. اما این پسر با همون تعریفی که ازش شده که میتونه تصمیم بگیره، در خیلی از جاها نمیتونه تصمیم بگیره و به شدت بچگانه رفتار میکنه. یعنی ما با یه بچه طرف هستیم که مثلا خوب تربیت شده، درست رفتار میکنه، اما نمیتونه بین بوچر و هوملندر تشخیص بده، نمیتونه بین رفتارهای جنایتکارانه پدرش، شخصیتش و بوچر تمیز بده و
در وقتهای مهم، در بزنگاه هایی که باید طرف به اصطلاح درست داستان باشه، یه رفتار عجیب و غریبی از خودش نشون میده که نه منطقیه، نه بر اساس اون چیزی که ما قراره از رایان بفهمیم درسته. دیگه شما چند بار میخوای توی سریال نشون بدی که این رفت با این رفتاری که نشون داد رفت به سمت پدره یا اومد به سمت بوچر، رفت به سمت بدی یا اومد به سمت خوبی. این رو باز شما تا یه حدی میتونی نشون بدی، اما فیلم به صورت پینگ پونگی این قضیه رو داره نشون میده و این یه ضعف بزرگه. بچه‌ها باز مورد دیگه ای که همینجور به صورت مدام داره تکرار میشه و روی مخ ما میره، مردن‌های زیاد کیمیکوه. در عین اینکه هیچ کدوم از شخصیت‌های سریال نمیمیرن، کیمیکو شده آلت دستی برای نشون دادن کشته شدن یکی از شخصیت‌های The Boys. به شدت رو مخ رفته این کار و زیاده از حد شده. و اما فرانچی و کیمیکو. فرانچی در فصل 4 اریک کریپکه این شخصیت رو نابود کرد. منطق این شخصیت رو مضمحل کرد و به باد فنا داد. ما در بد و امر چطوری با فرانچی آشنا میشیم؟ میخوام بگم که شخصیت پردازیش چجوری انجام شده و از کجا اومده. یعنی یک شخصیتی در سینما باید از یک جایی شروع شه و طبق اتفاقاتی که براش میفته به نقطه بی برسه، از نقطه آ به نقطه بی برسه. میخوایم ببینیم که بوچر فرانچی چطوری به این قضیه. ما با فرانچی چطوری آشنا میشیم؟ در اول سریال فرانچی آشنای بوچره، یه همکار سابق بوچره، قاچاقچی اسلحه، آدمکش، آدمای زیادی رو کشته. وقتی هم که تو اون صحنه مواجهه بوچر و فرانچی، بوچر اصلا ازش میترسه. یعنی فرانچی یک آدمیه که اونجا به ما معرفی میشه، یک آدمی که تمام زندگیش به اراذلی گذشته اصطلاحاً. یعنی این آدم کار سالم نکرده، خلافکار بزرگی بوده. این خلافکار در پیتا نبوده مثلا سر محل وایستن 4 روز بعدم باباشون بزنه در گوششون برن دنبال کارشون. و در فصل 4 ما با یک فرانچی بی‌هویت، نادان، کسی که از وجود خودش انگار آگاهی نداره، انگار تجربه زیسته نداره، یک عمر زندگی نکرده، انگار کار دیگه کرده. این آدم در اون لحظه‌ای که به ما معرفی میشه، خب شخصیتش مشخصی که اونجوری شکل گرفته و شما میای در فصل 4 فرانچی رو تبدیل به یک، با تأکید خیلی رو مخ، یعنی این حرکات تصنعیه. اگر طبیعی سریال باشه خیلی جا میفته برای آدم، ولی انقدر زورکی و انقدر ساختگیه که آدم متاسفانه حالش به هم میخوره. کما اینکه ما از کشته شدن کیمیکو هم دیگه حالا اون به هم میخوره، از گی شدن فرانچی هم حالا اون به هم میخوره، چون اصلا با منطق این شخصیت جور در نمیاد. کل فصل 4 رو فرانچی نیست تا 1-2 قسمت آخر. خب این چه جور نابود کردن شخصیت های سریاله؟ مشخصه که انگار فصل 4 رو شما زورکی ساختی و برای کاراکترهات هم جایی نداشتی، مجبور شدی بفرستیشون مرخصی. بوچر رو مرخص میکنی، فرانچی رو مرخص میکنی، کیمیکو هم که نیست، استارلایت هم که میره میاد، تازه یادش افتاده مثل بچه ها رفتار کنه. استارلایت یه دختر پخته‌ای میدونستیم، رفتاراش معقولانه بود، اما خب انگار یه جور دیگه شده.
فایر کرکر تو این فصل اومده که جای اون مادر اول هوملندر که الان اسمش از خاطرم رفت، جای اون رو پر کنه تو شیر زدن، اما اصلا موفق نیست. یعنی جای اون زن رو نمیتونه بگیره. اومدن ایجای بازسازی از اون رابطه بکنن که به نظرم شکست خورده و اصلا در اون حد و حدود نیست. اما نکات دیگه‌ای که تو فصل 4 بچه‌ها خیلی تو ذوق میزنه، دیگه کار به جایی رسیدی که داره قتل، جنایت سفیدشویی میشه تو سریال. چجوری سفیدشویی میشه؟ یعنی کسانی که به قتل‌های بیشماری دست زدن به جرگه آدم خوبها میپیوندن انگار. نمونش همین ویکتوریا نیومن خودمون که از دست رفت، عزیز تازه از دست رفته ویکتوریا نیومن. این آدم وقتی که کله ملت رو میترکون، مخصوصا تو اون جلسه کنگره، اونجور که اون کله آدم ها رو میترکون، میدونم چارلز منسون هم نمیتونه اونجوری کله های آدم ها رو بترکونه و خود سرد و راحت باشه. یعنی یارو یه قاتل بالفطره است دیگه، بعد یهویی چجوری عوض میشه، متنبه میشه و بچه خوبی میشه، میخواد بیاد با یویو اینا کار کنه. نیست، در نمیاد دیگه، اشتباهه. یعنی پیام اشتباهی منتقل میکنه بچه‌ها. من دارم از پیام سفیدشویی کردن قتل رو میگیرم. کما اینکه در مورد فرانچی هم همینه ها. اما در مورد این کشتن، سفیدشویی کردن قتل، نگاه کنید فرانچی هم آدم کشته، مثلا ویکتوریا نیومن هم آدم کشته، ایترین هم آدم کشته. چرا این سفیدشویی کردن به ایترین نمیچسبه، به ویکتوریا نیومن میچسبه؟ ما دیدیم که ایترین اول سریال دوست دخترش رو کشته، پس اول. چرا من میگم که این سفیدشویی کردن نمیچسبه به ایترین و ما میتونیم ایترین رو بپذیریم به عنوان کسی که متنبه شده، از اشتباهاتش درس گرفته؟ حالا چون ایترین در همون لحظه‌ای که داره دوست دخترش رو میکشه هم ناراحته، یعنی ناراضی از این کاری که داره انجام میده، با خودش کنار نمیاد که داره یک آدمی رو میکشه اما مثلا مجبوره. خب این به ما میگه که این شخصیت در وجودش داره چالش میکنه، با خودش درگیره، که یعنی یک عذاب وجدانی داره دیگه، یک قاتل بالفطره نیست در حقیقت، مشکل داره با این قضیه و هی میخواد خودش رو توجیه کنه یا خودش رو عوض کنه. خب این پذیرفتنی از این شخصیت، اما از شخصیتی مثل ویکتوریا نیومن که به راحتی آدم میکشه و خیلی خونسرد و آروم آدمای زیادی رو کشته، خب این نمیچسبه. یا فرانچی اونجوری بیاد یهویی به پر بغل اون پسره با اون همه سابقه فلان، نمیچسبه. یک چیزهایی هم تو سریال بچه‌ها خیلی باز لوس شده، این قضیه چندشاوریه. از فصل 1 تا فصل 3 این چندشاوری خوبه، ما دوستش داریم، مثل خشونتی که زیاد روانه در سریال و ما دوستش داریم. خشونت افسار گسیخته و بسیار خوب در اومده این خشونت و با جلوه‌های ویژه بسیار قوی، خیلی خوب. یعنی تا اون جون سلول‌های خورد شده و نابود شده و مزمحل شده مقتول رو میره نشون میده. از هم دریده شدن آدم ها بسیار جالب در اومده. خشونت افراطی رو به خوبی در آوردن، ما هم استفادهش رو میبریم. ولی کن هم خشونت و هم چندشاوری تو فصل 4 باز
از دست در رفته، زیاد شده. نمونهش تکنایت واقعا موجود به واقع چندش آوریه، نه اینکه ما از وجودش لذت ببریم به عنوان یک عنصر سینمایی. نه، تکنایت دیگه چندش آور شده و هی میگوزه و میرینه و کارکردش چیه؟ کارکردی من براش پیدا نکردم. هیچ کارکردی نمیتونم برای تکنایت پیدا کنم به جز اینکه به خاطر این اضافه کردن همین بار چندش آوری وارد سریال شده که میتونست نباشه. بود و نبودش برای ما فرقی نمیکنه. اینجوریه که شخصیت ها، کاراکترها، البته اون تیپ ها بیکار کرد میشن. در دیگه اینم در آخر بگم بچه ها، دیگه واقعا خسته شدم از حماقت های هیوی. انگار هیچ تغییرات شخصیتی در وجودش اتفاق نیفتاده. همونطور که گفتیم، یعنی شما یه شخصیت در فیلم نامه باید از نقطه B به صورت کلاسیک شروع بشه، از نقطه A به نقطه B برسه. هیوی به هیچ جایی نرسیده. آجی این چه وضعیه؟ همون گوهی که بود هست، بی ارزه، به درد نخور. من نمیدونم استارلایت چرا اصلا دلیل علاقه استارلایت به این آدم چیه؟ با این همه گند و گویی که میزنه، نه جذابیت ظاهری داره که بگیم که آقا خب به خاطر این دوستش داره، نه به دردی میخوره. نمیدونم، الکی میگن فقط مهربونه. خب منم مهربونم که چی؟ نه، این جواب نمیده. خیلی چلفت شده و پشت سر هم گند میزنه. تا یه جای اینا قابل قبوله. خلاصه که تعداد کاراکترهای بی مصرف و به درد نخور در فصل 4 بسیار فزونی گرفته بچه‌ها. خود استارلایت شبیه یک بچه ابله رفتار میکنه. اما در آخر بگم که سریال همیشه یک تلنگری به ما میزنه، همیشه یه تیکه‌ای به ما میندازه، مخصوصا اون جاهایی که هست هوملندر در اول کار وقتی میخواست خودشو بروز بده در اولین سخنرانی همیشه نگران بود که مردم نپذیرنش. یا وقتی که اون یارو رو میکشه که بطری پرت میکنه طرف رایان، اما میبینه که مردم هر کاری که این میکنه میپذیرن، تشویق میکنن. اون داره ما رو میگه، یعنی داره قشنگ به ما مخاطب، ما ملت داره میگه که شما اینید. ببین شما اینی هستید که هر چیزی بهتون بگن همون رو قبول میکنید، باور میکنید. هر کاری که بتتون، اسطورتون، سلبریتیتون بکنه تایید میکنید. هر سبک زندگی که داشته باشه به همون رو میرید. علاوه بر نقد شخصیتی که به ما داره، نقدهای اجتماعی و سیاسی فراوانی هم داره که در این مورد میتونیم بعد اینکه سریال تموم شد صحبت کنیم بچه‌ها. امیدوارم که به درتون خورده باشه. خدا وکیلی. فعلا بای تا نقد و معرفی بعدی.